فرهنگ ما عنعنه‌های قوی مربوط به نقش‌های گندری دارد. معنای آن که چی رفتار برای پسر و چی برای دختر مناسب است. مثلا دختران را معمولاً با بازیچه‌های آشپزی، عروسک بازی تربیت می‌کردند. پسران را باشد با توپ بازی و ماشین بازی. حتی کارهای خانه را هم گویا تقسیم می‌کردند. دختر باید شستشو کند، پسر باید کار پرزور انجام بدهد. امروز بسیار عائله‌های جوان می‌کوشند این قالب‌ها را کمتر دقیق بگیرند تا کودکان همه جهت رشد کند. مثلا یگان نشانه ندارد که پسرچه‌ها آشپزی کردن را نآموزند. در آینده شاید آشپزی ماهر شوند یا دخترچه که ماشین بازی میکند ممکن است استعداد رانندگی یا مهندسی پیدا کند. در سن تا مکتبی کودکان خودشان هم فرق بین دختر و پسر بودن را درک میکنند. آنها سوال میدهند چرا من پسرم و دختر؟ و البته از اینترنت یا اطراف وسیله های رفتار را میبینند. مثلا این است که ما آنها را با نظر احترام به هر دو جنس تربیت کنیم. یعنی به پسرمان فهمانیم که دخترها را احترام کند و آنها را سستر یا کم اهمیت‌تر نداند. به دخترمان فهمانیم که حقوقش با پسران برابر است و میتواند هر هدفی را که میخواهد پیگیری کند. در شرایط تاجیکستان این گاهی دشوار میتابد، زیرا هنوز هم در بعضی محل‌ها به دختران اهمیت کمتر میدهند یا پسران را اجازه زیادتر. اما عائله‌های پیشرفته میتوانند در این سمت نمونه باشند. در خانه کوشش کنید کارهای خانگی را بین کودکان اگر چند نفر باشند با نظر داشته سن و سال نه جنس تقسیم کنید. مثلا دختر 5 ساله و پسر 5 ساله هر دو میتوانند بازیچه‌های خودشان را جمع کنند یا هر دو میتوانند روی دسترخوان قاشق‌ها را گذاشته به مادر یاری دهند. باید قید کرد که وابستگی بیولوژی نیز هست. شاید پسر شما به حرکت زیاد طبیعتاً مایل‌تر باشد، دخترتان به بازی‌های آرام. این را مجبور تغییر دادن شرط نیست. در جهان امروزه که برابری گندری را بیشتر اعتراف می‌کنند، کودکان ما نیز باید از خرده درک کنند که جنسیت برای آموختن کار کردن مانع نیست. شما در خانه در تربیت پسر و دختر چگونه مناسبت میکنید؟ آیا به آنها وظیفه‌های گوناگون میدهید؟ فکر شما درباره تقسیم کار پسرانه و کار دخترانه چیست؟ شرح شما را در کامنتاری انتظاریم. شریک برنامه ما شرکت لین دوید می باشد. لین دوید، طرز حیاتی سالم از تو وابسته است.